امسال کشاورزان ناحیه شهرینو 330 گکتار کشتی پخته گذرانیدند که از آن 20 گکتارش با اصول زیر پلیونکا به راه مانده شده است. اصول کشتی زیر پلیونکای پخته در ناحیه بار اول است که در کوآپراتیو تجارتی نوروز تجربه کرده می شود. مشاهده ها نشان می دهند که این طرز کشت نظر به کشتی انعنوی برتریت دارد. اگر پنبه‌دانه با اصول انعنوی کشت شده نو به سبزیش آغاز کرده باشد، حالا پنبه‌دانه در زیر پلیونکا کشت شده تقریبا 25-30 سانتی متر قد کشیده روزهای نزدیک به شانه‌بندی آغاز می کند، در حالی که در هر دو اصول یک نوع تخمی کشت کرده شده است. این نمود زیر پلیونکا قریب از انعنوی ها قریب در 15-20 روز پیش می باشد و امروز در وقت شانه‌کنی قرار دارد و کارکرد این هم مثال گیریم چوپوق نرم کنی در این پخته کم دیده می شود. در میدان‌های پخته‌زار کارکرد بین قطارها جریان داشته برای تامین نمودن گرمی ضروری دهقانان توسط تکنیکا و هم با قوای دست برای رعایت اگرتکنیکای پرورش تدبیراندیشی می‌نمایند. سبزوات بروقتی از جمله پمیدور و بادرینگ در حدود ناحیه شهرینو در گرمخانه‌های دائمی عمل کننده که مساحت عمومیشان قریب 2 گکتار را تشکیل می‌دهد استحصال کرده می‌شود. طبق اطلاع به حالت دوم ایون سال روان 2000 تن سبزوات استحصال گردیده به فروش برآورده شده است. از جمله در خواجگی دهقانی انس 2017 خواجگیداران به جمع‌آوری بادرینگ مشغول می‌باشند. در این گرمخانه ها که مساحتش 50 صد زمین را در بر میگیرد 5 نفر زنان محلی به کار موسمی جلب کرده شدند. گرمخانه و یا همه ماه مای کار کردیم 5 نفریم. هر روز ما روزی پلومون میگیریم بادرینگ میچینیم با همه کارهای چیزاش میکنیم. پمیدارم هسته و پمیدارم هم نو اکن سر میشد چندن. همین زمین هست که ما کار کرده زندگی ما پیش میبریم. در ناحیه 1803 گکتار باغ موجود می باشد. از این شماره 609 گکتار گیلاس، 507 گکتار آلو، 455 گکتار سیب، 179 گکتار شفتالو، 35 گکتار ناک و 18 گکتار زردالو پرورش کرده می شوند. حالا مرحله های آخرین جمع‌آوری گیلاس در خواجگی های دهقانی جریان داشته به حالت امروزه بیش از 700 تن این نوع میوه‌جات جمع‌آوری شده است. با براه ماندن تجربه های نوترین کشاورزان ناحیه عزم دارند تا در تامین امنیت غذایی و استحصال بیشتری محصولات کشاورزی سهم گذار باشند.